دست از زنای ملت بردار که قسم به خدا دیگه ملت همو آرام کردن نمیتونیم. وقتی سینما بگه که اکت مسلمانی میگم ها، میگه زنی من ناموس من قبلا چیکار کنم؟ پیامبر میگه من قتل دون عرضه فهو شهیدون. گفته است یا نگفته است عبدالشکور؟ گفته 100%. هر شخصی که برای زنش کشته شود شهید است. شهید از است. وقتی یه آدم میگه من میرم شخص مادر و قبیله است میرم با پیشش، من چی بگم؟ نه نرم اون مادر تا تجاوز کنه. مردای ما یک خیل مردای ما بیناموسی هستن که زنش یه بار برد آورد دیگه سرش میتیه. تو باید برای قتیش جنگ کنی، تو باید برای مقابل اون ظالم بیستی. این زن این گناهکار نیست، این زنه گناهکار نیست که ایرا بردن آوردن. تو باید مقابل او بیستی و با زنه که دلتی کنی که ماشاءالله بیست من قتیتم، من امره تیم، ولی مقابل او ظالم تو بیستی بیناموس. زنی مول سطر زن تا گرفتن، تو زن تا جنگ نکن، تو نگو که مول تر گرفتن، تو باید دفاع کنی از زنت. و به ناموسای ما وری مردم نشین. ای مردم به ناموس نشین. والله این اخیران ننگ ناموس ما برادر خاموش نیستیم. باید ما مثل عبدالرحمن وری هزارها بخیزیم بگیم که روی راست بگیم که ما نمی طرفدار همین به ناموسی نیستیم. بیاین اگر که همین کار که شما ناموس داشته باشین بیاین بیستیم در بر عبدالرحمن و در بر این ملت بیستیم که تو که این بعد دست بردارن از این کار. این دیگه این گرانیت برادر، این گرانیت سر گذاشتن اینو. جو یگان چی نمونده، یک ناموس بود، این ناموس از دست دادستیم ما. نخوام و قوه همین زن نداشته باشیم که ترمه را به گرده بگیریم و ناموس مون حمایت کنیم. نخوام و همین مرد نباشیم. باور کنید که درد میکنه انسان. ای مردم دیگه چی مونده؟ امروز مادر عبدالرحمن بردن. کسانی که مادراتون در خونه هاتون هست فکر نکنید که پگاه نوبت مادرتون میشه. اگر همین خاموشی باشه و همین خیل رفتاری هازی ما داریم و مردم تاجیکستان دارن همین باشه، باور کنین مادری تک تک ما و شما رو ببین. این روز مادری مرا پرسیدم، فردا منتظر باش که نوبت مادرت میشه. چون خاموش بدن در مقابل رحمانوف، این اجازت دادن به رحمانوف هست که مادرش ببرن چیکار میکنن بکننش.